برنامه شما خوش آمد میگم و تشکر میکنم که امروز در این گرد همایی دور هم جمع شدیم که بار دیگه صدای اعتراضمون رو برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و بر علیه اعدام استفاده میکنه که تمامی خواسته ها و مطالبات واقعی مردم رو سرپوش بذاره. با زندانی کردن زندانیان سیاسی، اذیت آزار آنها، اذیت آزار خانواده‌هاشون، سعی در سرپوش گذاشتن، سعی در منتفی کردن تمامی مطالبات واقعی مردم داره. مطالبات واقعی و حق واقعی مردم که با کوچکترین اعتراض با بدترین و بدترین خشونت با اونا رفتار میشه. علیرغم اینکه 3 روز از اجرای احکام اعدام‌های گروهی می‌گذرد، اما هنوز قوه قضاییه ولی فقیه از انتشار اخبار اعدام‌ها جلوگیری می‌کنند. موج جدید اعدام‌های گروهی پس از انتصاب آخوند حسن روحانی آغاز شده است. روحانی در مصاحبه‌هایش فریبکارانه سعی می‌کند تصویر دیگری از خود ارائه دهد. بیخبری مطلق از وضعیت زندانیان سیاسی علی سارمی و فرزندانش، زیر فشار قرار دادن پژمان ظفرمند اکبر امینی برای پروژه اعترافگیری، ضرب و شتم احمد تماوی و انتقال وی به انفرادی، شکنجه جسمی و روحی مجید دوری زندانی سیاسی، اجرای احکام اعدام زندانیان عقیدتی اهل تسنن، دانشمند زندانی امید کوکبی که بیش از 30 ماه است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، وضعیت نگران کننده حسین رونقی و 15مین روز اعتصاب قضای وی، 26 روز بیخبری از مریم شفیع‌پور فعال مدنی، نگرانی از وضعیت رضا شهابی، جلوگیری از درمان محمد رضا پورشجره، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعدام‌های پی در پی. بر اساس آخرین گزارشگران بدون مرز، ایران در حال حاضر دومین زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران و مطبوعات در جهان است. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! اسلام اسقاط ترور رژیم ایران! اسلام اسقاط ترور رژیم ایران! حکومت اعدام نمیخوای! حکومت اعدام نمیخوای! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندانی اعدام ملغا باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! الله قیاسخان از مبارزین سیاسی و از اعضای سازمان پناهندگان بی‌مرز، ضمن تشکر از مسئولین که موجب این اعتراض شدن و از تک تک شما که زحمت کشیدید اینجا آمدید تشکر میکنم. امروز ما صدای زندانیان سیاسی هستیم. امروز ما صدای ملت ایران هستیم. ما ملتی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران، حکومتی که با کشتار ملت ایران به سردگی خمینی جلاد و همراهانش با فریب دادن مردم بنیاد نهاده شده است. میراث خمینی و همراهانش در طی حیات حکومتشان مرتکب چنان ضد بشری زیادی شده‌اند و در این سالها برای ایران به جز فدای خفقان، شکنجه، زندان، اعدام دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا و تمامی آزادی خواهان چیزی دیگری به ارمغان نداشته است. ما تمامی آزادی خواهان و ملت ایران از سازمان‌های حقوق بشر جهان، بخصوص سازمان ملل و شخص احمد شهید می‌خواهیم
که سران فاسد ایران و شخص خامنه ای را محکوم دانسته. از دادگاه لاهه می‌خواهیم هرچه زودتر به وضعیت ملت ایران رسیدگی کنند. از تمامی دولتمردان جهان می‌خواهیم چشمان بسته‌شان را باز و به اعمال ننگین ضد بشری حاکم ایران را ببینند. در خاتمه ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی هستیم و خواهان تعطیلی این سفارت ننگین. نسبت به خشونت‌های جمهوری اسلامی بر علیه اعدام سنگسار نشون بدیم و همچنین حمایت خودمون را از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اعلام کنیم. طبق آماری که خود خبرگزاری ایسنا در سال 1199 تیر ماه ارائه داده، 580 نفر دست کم 580 نفر خبر داده که اعدام گردیده و با ماه مارس گزارشگر ویژه اعلام کرده که 297 اعدام رسمی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام شده، 200 اعدام مخفی هم توسط اعضای خانواده‌ها و مسئولان زندانی و قوه قضاییه تصدیق شده و 58 مورد این اعدام‌ها در ملأ عام بوده. ما تا زمانی که خون در رگمونه از این ظلمی که جمهوری اسلامی به تمام مردم ایران کرده دفاع خواهیم کرد. برای این آکسیون اینجا داده که ما انزجار خودمون رو علیه ظلم و ستم حکومت جمهوری اسلامی نسبت به تمامی فعالین مدنی و اجتماعی و سیاسی خودمون که در زندانهای قهار این رژیم به سر میبرند اعلام کنیم و از این اعدام هایی که حالا در روز چندین اعدام هایی میشه که ما خودمون حتی ازش اطلاعی نداریم و هیچ خبری نداریم و اعدام هایی که در زندان های مخوف این رژیم انجام میشه. جمهوری اسلامی طی این 34 سال حکومتی که در کشور برقرار کرده جز ظلم، ستم و فحشا و کودکان کار و مسائلی که برای تمام مردم پیش آورده کاری دیگری نکرده. ما این حکومت رو محکوم میکنیم، این رژیم استبدادی رو محکوم میکنیم و خواستار سرنگونی این رژیم استبدادی هستیم. با سلام و تشکر از شما دوستان عزیز که امروز در این اکسیون اعتراضی شرکت کردید. همونطور که میدونید یک سیاست قدیمی و شکست‌خورده از جانب رژیم همیشه اعمال میشه. دستگیری و شکنجه و نهایتاً اعدام فعالین سیاسی، فعالینی که در تلاش هستند تا چارچوب نظام حاکم رو تغییر بدن، در صدد براندازی این چارچوب هستند تا دنیای بهتری را برای جامعه ایران، برای مردم ایران سامان بدن. اما ما همیشه شاهد این قضیه بودیم که جمهوری اسلامی همین سیاست رعب و وحشت، دستگیری، شکنجه و اعدام رو دنبال کرده و امید به این بسته که بتونه با این سیاست مردم ایران رو از اعتراض برحذر کنه، صدای اعتراض رو خفه کنه و بتونه سیاست‌های کثیف اسلامی سرمایه‌داری خودش رو اسلامی سکاتر آخیم ایران. اسلامی سکاتر آخیم ایران. اسلامی سکاتر آخیم ایران. اسلامی سکاتر آخیم ایران. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ترور، شکنجه، اعدام ملغا باید گردد. سخنران بعدی زینت کریمی. با سلام خدمت شما دوستان عزیز که در اکسیون امروز شرکت کردید. نگذاریم رژیم جمهوری اسلامی به اهداف ضد انسانی خود یعنی احکام صادره علیه زندانیان محکوم به اعدام را به اجرا درآورد. دستگاه سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی با تعقیب و بگیر و ببند
محاکمه و زندانی کردن فعالین کارگری و دیگر فعالین سیاسی و مدنی و همچنین تشدید موج اعدام‌ها در صدد است تا جلوی گسترش اعتراضات و تلاش برای سازماندهی کارگران را بگیرد. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه رژیم امیدوارند که با اعمال فشار سیستماتیک بر جنبش کارگری، زنان و جنبش دانشجویی و دیگر فعالین جنبش‌های سیاسی و مدنی و دیگر اقشار معترض در جامعه را مرغوب نمایند و جلوی گسترش اعتراضات آنان را بگیرند. بعد از پیروزی حسن روحانی در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، فشار بر فعالین این جنبش‌ها به طور کلی و به ویژه جنبش کارگری بیشتر شده است و همچنین موج اعدام‌ها گسترش یافته است. اما سوال این است که این موج اعدام‌ها بعد از نمایش انتخابات برای چیست؟ چون ظاهراً آن گونه که خامنه‌ای مدعی است در این به اصطلاح انتخابات استقبال مردمی صورت گرفته و حماسه سیاسی محقق شده، این کشتارها برای چیست؟ حتی افشین حسن‌نور در زندان گوهردشت و علیرضا شهبخش در زاهدان که هر دو زندانی سیاسی بودند، هدفش چیست؟ کاملا روشن است که جمهوری اسلامی در یک بحران همه جانبه به سر میبرد. این رژیم ارتجاع در سطح بین المللی منزوی شده است. دیگر حتی برنامه‌های هسته‌ایشان راهگشایی برای نجاتشان نیست و اما ما انسان‌های آزادی خواه و برابری طلب در هر عرصه‌ای که هستیم، چه کارگر، دانشجو و جنبش زنان، باید خودمان را سازماندهی کنیم تا این حکومت ارتجاعی را به پایین بکشیم و بسپاریمش به زبالدان تاریخ. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر این رژیم ضد زن! مرگ بر این رژیم ضد زن! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد!